شاید فکر کنید مشکل فقط نمک زیاد است، اما موضوع بسیار فراتر از این هاست. اگر تعادل سدیم و پتاسیم بدن به هم بخورد، عضلات و حتی ضربان قلب شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سوال اینجاست: آیا شما به اندازه کافی پتاسیم دریافت می‌کنید؟ سدیم برای بدن ضروری است و به عملکرد اعصاب و انقباض عضلات کمک می‌کند. این ماده همچنین مسئول تنظیم مایعات بدن است، اما مقدار زیاد آن مشکل ساز می شود. مشکل زمانی آغاز می شود که سدیم دریافتی به خصوص از غذاهای آماده بیش از حد بالا باشد. بسیاری از سدیم رژیم غذایی از نمکدان نیست، بلکه در غذاهای آماده پنهان شده است. پتاسیم نیز برای عملکرد عضلات و اعصاب ضروری است و فشار خون را تنظیم می کند. پتاسیم فقط در موز نیست. آووکادو، اسفناج و حبوبات منابع عالی هستند. نکته مهم فقط کم کردن سدیم نیست. الگوی کلی رژیم غذایی اهمیت دارد. مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به دریافت بهتر پتاسیم و کاهش سدیم کمک کند. این تعادل دقیق کلید سلامت سیستم قلب و عروق شماست. با افزایش سن، توجه به فشار خون، سلامت قلب و کلیه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شناخت منابع پنهان سدیم بخشی مهم از یک سبک زندگی سالم و پایدار است. اما یک نکته مهم: اگر بیماری کلیوی یا قلبی خاص دارید، حتماً با پزشک مشورت کنید. افزایش پتاسیم یا مصرف مکمل را هرگز بدون نظر متخصص انجام ندهید. دفعه بعد فقط نپرسید چقدر سدیم میخورم، بپرسید رژیم من چقدر پتاسیم دارد. اگر این ویدیو مفید بود، لایک کنید و در کامنت نظرات خود را بنویسید.